فرق بین جهاد دفع و جهاد طلب چی است؟ در جهاد طلب رهبریت هست، پلان هست، نقشه هست، مجموعه مسلمان ها گروپ ها جور میشن، اینا جهاد چی میکنن؟ طلب میکنن و میرن حرکت میکنن. اما فی حالت الجهاد الذي لا يكون فيه ذات، در جهادی که او جهاد چی هستن؟ جهاد فقط جهاد دفع از دفاع است، مثل اخواننا فی فلسطین، فیجب علیهم ان یدافعوا قدر استطاعتهم، بازی هر کس به اندازه قدر استطاعتش، ولو ان انسانا قاتلهم لوحده فان عمله جائز. این عالم میگه که اگر کتابش اصول العقیده، مؤلف عبدالرحیم ابن سمایل العلیانی السلمی، این میگه در فلسطین اگر یک نفر مثلا تعداد زیاد نبود، اگر یک نفر خودش را میخیزه و جهاد میکنه، چون جهاد دفع است، فإن عمله جایز، عملش جایز است. مثلا گروه ها هست و بعضی گروه ها هست مشکلات دارن، بعضی دموکرات است و بعضی سوسیالیست است و بعضیش مثلا یک کسی است که مثلا سیکولر است و یک کسی را ببینی که مثلا مشکلات و دبیرات دارن، اینها یک تعداد مثلا ندارن اما رهبریت درست. اگر میگه یک نفر اونجا میخیزه، خودش سلاح را میگیره و مقابل دشمن جهاد میکنه، جهاد لیسایی است. چرا؟ میگه به خاطری که این جهاد دفع است. در جهاد دفع باز شرط نیست که اونجا مثلا بگی که کجا حکومت و کجا هست. مثلا بعضی منافقین میگه میزنن که تا وقتی که حکومت نباشه و تا که نظام نباشه و تا وقتی که حکومت جور میشه، فی وقت کار و مارت میکنن. این عالم میگه نه، در این وقت که هست، در وقت جهاد دفع، اگر دیدی که مثلا جماعت نیست که جماعت صالح باشه که تو از خلال از اونا بری در مقابل از اونا جهاد بکنی، با شکل تنهایی هم میتونه یک نفر جهاد بکنی، یا 3-4 نفر یک جای بشن و میرن سر صهیونستان عمل میکنه و همین قسم در جاهای دیگه. این حکم اولی بود که ما و شما در چی کردیم؟ تابعال اینجا را خواندیم.